سلام بینندگان عزیز، چگونه که به شما وعده کرده بودیم خب درس‌های آنلاینی خود را اینک ما شروع کردیم. درس‌های آنلاینی ما در زینه بیگینر می باشد. درس‌های ما در شبکه یوتیوب از هر گونه زینه‌ها عبارت است. این درسی که ما می‌گذاریم این در زینه بیگینر است. در این درس ما به شما چگونه سلام علیک کردن، چگونه خیر خوش کردن را در زبان انگلیسی می‌آموزیم. چگونه که ما می‌دانیم در همه زبان‌ها اولا انسان باید چگونه سلام علیک کردن را و چگونه خیر خوش کردن را بیاموزد. در این درس ما به شما چگونه در زبان انگلیسی سلام علیک کردن را چند نمودی سلام ها موجود است به شما می‌آموزیم. خب نگفته نمونیم در وقتی درس ما کمی لهجه را استفاده میبریم. ما نه همه وقت کلمه های ادبی استفاده میبریم، چون که وقتی که ما لهجه استفاده میبریم این به همگان معلوم است. خب اگر ما گوییم در تمام درس را با زبان ادبی گپ زنیم به همگان معلوم نمیشه. اولا از شما عذر میخواهیم، بعدا امیدواریم که این درس به شما پسند میاد. شروع میکنیم به درس. خب greeting معنایش سلام علیک. در زبان انگلیسی چگونه که در زبان تاجیکی سلام هست، مثلا سلام، خب صبح بخیر، روز بخیر، شام بخیر، شب خوش. در زبان انگلیسی نیز این گونه سلام ها موجود است. مثلا میخونیم hi یا اینکه hello، hi hello، hi یا اینکه hello. این مبین دوستان می رود، سلامی مبین دوستان. خب اگر شما یکان دوستی نزدیک داشته باشید شما می توانید استفاده برید hi hello. خب بعدا میگذاریم چگونه که در زبان تاجیکی صبح بخیر سلامی سحر موجود است، در زبان انگلیسی نیز سلامی سحر خب موجود است. good morning، تکرار میکنیم good morning، good morning. خب نون این سلام است که در دوام روز در خب گوییم که ساعت‌های 11-12 شما میتونید این سلام رو دهید. اصلا این سلام رو گوییم که سرشمار نیست، استفاده نمیبرن، اما باید شما این رو دانید. good afternoon، good afternoon، good afternoon، good afternoon روز بخیر می شود. تکرار میکنیم good afternoon، good afternoon. اگر تستر بگوین good afternoon. خب good evening شام بخیر good evening، good evening. تکرار میکنیم good evening. خب با داریم شب خوش good night، good night، good night. خب اینک میگذاریم به قسمتی خیر خوش کردن saying goodbye، saying goodbye. خب goodbye یعنی خیر، goodbye خیر، bye bye شما میتونید استفاده برید bye bye، see you، see you. مثلا میگوییم که وقتی که شما سلام علیک کردید شناس شدید بعدا تا دیدار میگوین see you، تا دیدار see you. خب see you later، see you later تا بعدتر see you later، see you soon تا دیدار نزدیک، see you soon تا دیدار نزدیک، see you tomorrow تا پگاه، see you tomorrow تا پگاه. خب یک دقت خود را به قسمتی تمامی همین لغت هایی که ما نوشتیم اینجا یک بار خب دهن دقت کنید. vocabulary این لغت می شود. اصلا good morning اگر نگاه کنید از دو کلمه عبارت است. good morning معنای good خوب می باشد. good morning اگر ما خب گوییم که با دو قسمت کرده ترجمه کنیم خب good خوب، morning سحر، یعنی با شما سحر خوب خواهانه. good morning good خوب، morning سحر. afternoon نصفی بعدی نصف روز را در نظر داریم. evening بگاه، evening بگاه. bye خیر. see دیدن می شود see. you در زبان انگلیسی یا شما یا اینکه تو، یا شما یا تو. later بدتر،
later بدتر soon به نزدیکی soon به نزدیکی tomorrow پگاه noon نصف روز after بعد یک بار دیگر تکرار بکنیم با هم hi hello good morning noon good afternoon good evening good night okay قسمت دیگرش goodbye bye bye see you later see you soon see you tomorrow خب این بود درباره سلام علیک و درباره خیر و خوش کردن. خب با ما کمی معلومات درباره جانشین های زبان انگلیسی میدیم تا اینکه شما خب درس این بعد ما درباره جانشین های زبان انگلیسی می شود. ما پیشکی با شما جانشین ها رو کمی معلومات میدیم که در زبان انگلیسی چند جانشین موجود است و چی خیلی خونده می شود. در زبان انگلیسی جانشین ها هستند. مثلا در زبان تاجیکی جانشین هست من، تو، وای، او، این، مو، شما، اونها. در زبان انگلیسی نیز جانشین است. در زبان انگلیسی خب اصلا در تمام زبان ها جانشین های شخصی موجود است. خب جانشین های صاحبی موجود است. خب ما امروز میگذاریم درباره جانشین های شخصی. جانشین های شخصی personal pronoun. personal شخصی pronoun جانشین personal pronoun. خب personal pronoun داخل می شود I, you, he, she, it, we, you, they. خب جانشین های شخصی personal pronoun I من یعنی وقتی خود رو معرفی میکنید I من you تو نگاه کنید اینجا دو تا یو رو میخونه شما you یا اینکه اینجا you یکی you در زبان انگلیسی استفاده میکنن you تو شکلی تنهایی در نظر دارد با you شکلی جمع رو در نظر دارد بسیاری ها رو you تو he در زبان انگلیسی رولی وای رو میبازد وای یعنی ما مرد رو در نظر داریم خب he وای ما مرد رو در نظر داریم she او زن رو در نظر داریم وقتی که ما مراجعت به زن میکنیم ما she گفتم مراجعت میکنیم it اشیا رو در نظر داریم it اشیا یا اینکه حیوان ها رو ما طریق it فایرود بکنیم we شکل جمعی مو بسیاری ها we you شما they آنها گفتم ما بسیاری ها رو در نظر داریم we you شما اینها شکلی جمع می باشند I من you تو he وای مرد she او زن it این اشیا we ما you شما شکلی جمع they آنها خب من ترجمهش رو می نویسم I من you تو he وای مرد در داخل قوس she
یعنی زن. it این. ما اشیا رو در نظر داریم، اشیا، یا اینکه حیوان ها رو در نظر میگیریم، حیوان. pronoun. ها وی ما شکل جمع بسیاری ها، you شما شکل جمع بسیاری ها، they آنها یعنی شکل جمع. خب تکرار میکنیم. I من، I من، you تو، you تو، he وای من، he وای، she she it in we ما you شما شما شکل جمع، they آنها. خب این بود درباره جانشین های شخصی. امیدوارم درس ما با شما پسند می آید. ما امروز با شما تکرار کردیم، گذاشتیم یعنی سلام علیک را، greeting، چگونه آموختن گفتن سلام علیک را. خب بعدا چگونه خیر و خوش کردن را، saying goodbye. بعدا جانشین های شخصی را. بینندگان عزیز، این بود درس اولی ما. درس اولی ما بود درباره سلام علیک، درباره خیر و خوش و درباره جانشین های شخصی. درس من بعدی ما درباره فعل تو بی یعنی فعلی بودن می رود. درس ما از روی کتاب کاتینگ ایج می رود. سراغ کتاب کاتینگ ایج را شما از پایان نوار دسترس کرده می توانید. ما با شما وعده می دهیم اگر شما درس ما را زینه به زینه پیگیری نمایید، زبان انگلیسی را خواهید آموخت. و در آخر گفتنیم که با شبکه ما بودن را فراموش نکنید و حتما زنگوله را پخش نمایید.